سلام دوستان، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون عالی باشه و جیباتون پر از پول. امروز 21 تیر پنجشنبه هست و میخوایم با هم بریم تسک امروز سینمای تبسوآپ رو انجام بدیم. تا آخر این ویدیو حتما همراه من باشید. وارد بخش تسک میشید. یک ویدیو جدید اومده امروز، روش کلیک میکنم. از قبل روی گزینه واچ زدم و ویدیو رو دیدم. باید به مدت زمانی که ویدیو داخل یوتیوب هست به همون اندازه صبر کنید و بعد اینجا جوابتون رو وارد کنید. جوابم که من وارد کردم روی صفحه برای شما نمایش داده میشه به صورت بزرگ و داخل دیسکریپشن هم می نویسمش که بتونید به صورت واضح ببینید و اگر خواستید جای یادداشتش کنید روی گزینه سابمیت میزنم. به همین راحتی کد برای من ثبت شد. روی گزینه فینیش میشن میزنم، روی گزینه کلایم دوباره میزنم و به همین راحتی 200,000 تا سکه دریافت کنم. تسک بعدی بعد از اینکه کد فیبوناچی رو زدم برای من میاد که کد دومی هست. روش کلیک میکنم، دوباره روی گزینه استارت میشن میزنم، روی گزینه واچ میزنید و به همون اندازه که ویدیو داخل یوتیوب قرار داره وای میستید. الان این ویدیو 4 دقیقه و 30 ثانیه هست. من دقیقاً باید همین 4 دقیقه و 30 ثانیه رو وایسم و بعد کد رو داخل تبسوآپ وارد کنم تا قبولش کنه. اگر که زودتر این کار رو انجام بدم به هم ارور میده. این کارم انجام میدید و 200,000 تا سکه بعد رو دریافت کنید. خب دوستان، کد تسک دوم رو من الان وارد کردم. تقریبا 4 دقیقه وایسادم و میتونم روی گزینه سابمیت کلیک کنم و به همین راحتی کدم ثبت شد. روی گزینه فینیش میزنم و 200,000 تا سکم رو دریافت میکنم. دیگه ویدیویی نیست که من بخوام انجام بدم، تمام تسک ها انجام شده. حتما اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و اگر میخواید از ویدیوهای جدیدی که میذارم با خبر بشید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا از هر ویدیو جدیدی که میذارم با خبر بشید. تا ویدیوهای دیگه و آموزش‌های دیگه، فعلا یا علی مدد.